بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت تمام مسئولین گرامی. امیدوارم همه شما خوب و صحتمند بوده باشید و ببخشید چند لحظه تاخیر صورت گرفت. خوش میکنم استاد، خوش آمدید به جلسه. سلامت باشین مدیر صاحب. خب در جلسه امروز قبل از اینکه ما بروم به طرف درس، یک موضوع دیگر می‌خوایم که خدمت شما شریک بسازم و کاملا هم که روشن کردم. نمی‌دونم شما تصویر ما دارین یا ندارین. خب ببینید، شمایی که می‌خواید وارد دنیای تجارت آمازون یا تجارت آنلاین شوین، تنها این مهم نیست که آنچه که در درس ها شما می‌خوانید همین حفظ بکنید، مکانیک بکنید بس خلاص. کسانی که در دنیای تجارت موفق میشن اونا ذهنیت‌های استراتژیک دارن. هدف از ذهنیت‌های استراتژیک دوستا چی است؟ این که شما کمتر تلاش بکنید و بیشتر نتیجه بگیرید. بعضی ها را شاید دیده باشین امتحان می داشته باشه، صبح به دستم میاد بسیار خسته باشه، میگه والا من شب تا صبح درس خواندم. ببینید این شب تا صبح درس نخوانده، اگر شما 2 ساعت متواتر کتاب بخونید ختم میشه. اما چیزی که مهم است این است که ما به جایی که به کمیت بپردازیم به کیفیت باید بپردازیم. یعنی کیفیت زمان بهتر از کمیت زمان است. اگر شما 1 ساعت بی‌وقفه کار کنید، کار یک روزتون تکمیل میشه. اگر نه که شما قسم کار کنید، یا لحظه کار خود مشغول بودید و یا لحظه برید تلفن داره چک کنید، یا لحظه برید چای بخورید، یا لحظه یک بیرو براین، یا لحظه با دوستان قصه کنید، به این شکل شما در 5 ساعت هم به نتیجه نمیرسید. چیزی که یادم گرفتید او هم در ذهن شما نمیشه. بنابراین من یک کتاب برای شما معرفی میکنم به عنوان از اینکه شما شاگردان جدید هستین، استراتژیک مایندنس. این کتاب دوستان مطالعه کنید. درست است؟ ذهنیت استراتژیک معنا میده. یعنی یک برنامه 7 روزه است برای شناسایی موارد مهم و ساخت یک استراتژی موثر. همچون کتاب‌ها رو شما مطالعه بکنید، همچون کتاب‌های پولساز را شما حتما باید چیکارید؟ مطالعه بکنید. تنها با داشتن چند تعریفی که حفظ می‌کنید، تنها با اونا شما وارد دنیای آمازون نشید. شما باید مردم‌ها را خوب بشناسید، شما باید پول را بشناسید، شما باید مشتری را بشناسید. طرز برخورد با مشتری شما باید یاد بگیرید. این موارد بسیار مهم است. بنابراین در کنار این مسائل، بعضی چیزهایی که شما را به طرف موفقیت میبره، داشتن یک ایده خوب، یک ذهنیت استراتژیک است. بنابراین از این موارد شما غافل نشید. خب میرویم به طرف ادامه درس‌ها. مدیر شما یک کار کنید. طبعا امتحان شما براش زحمت کشیدین، سوالات امتحان تنظیم کردید. یک امتحان کاملا شفاف از تمام دانش آموزا بگیرید. وقتی میگم امتحان شفاف، منظور می است که یک فیلتر صورت بگیره. فرض کنید ما قبلا که درس می‌خواندیم در جلسات ابتدایی برای شما معلوم بود تا 45 نفر 50 نفر ما در جلسه می داشتیم. اما حالا در جلسات از 30 نفر ما زیاد نمیشه. چرا؟ مردم ما یک عادت داره، یک چیزی را که مفت گیر کرد، یک چیزی را که ارزان گیر کرد، میگه بیا بریم ببینیم چی گپ است. یک سر میزنه، هدف نداره. طبعا پانتون وقتی که یک کورس ایجاد میکنه، تصمیمش این است که حداقل میگه 50 نفر، برای 50 نفر ما رسیدگی میتونیم، برای 50 نفر این صرف برگزار میکنیم. 15 نفری که پلان نداره، هدف در زندگی نداره، او 15 نفر میاد جای پر میکنه، اشغال میکنه جای. جای 15 نفر دیگه رو میگیره. 15 نفری قرار است بیاید، ما توقف میکنیم. حد میشه نه؟ میگیم تعداد ما پوره شد. آدمای هدفمند ما گرفتیم. در حالی که متاسفانه در ادامه معلوم میشه که همش یک چیز نیست. اکثرا کسانی هستن که صرف اومدن ببینن چی گپ است. اون قسم افراد هیچ جا به جای نمیرسه، هیچ جا به جای نمیرسه. اون روز یک کسی برای من مسیج مونده، میگه استاد ما از یک کسی درباره آمازون پرسان کردم، مرا اخطار داد که در آمازون وارد نشید. چرا؟ اول کسایی که $1 نداشته باشه تجارت آمازون شروع نمیتونه. دوم فلانی چند نفر به این نام گرفت شروع کرد، بسیار نقص کرده، بسیار تاوان کرده. مگه خود از تو آمازون کار میکنه، کدام تجارت آنلاین دیگر انجام میده، گفت خود از بیکار است. خودش بیکار است. من دربارش قصه کردم که آمازون میخوام، به ما چه نظر داد. ببینید ما شما از کی نظر میگیریم؟ اگر شما با 4 نفر معتاد نشست برخواست داشته باشین، پنجمی خودتان هستید. اما اگر با 4 نفر میلیونر نشست برخواست داشته باشین، پنجمی خودتان هستید. اگر شما با 4 نفر افراد موفق سر کار داشته باشین، پنجمیش هستید. اگر با 4 تا شکست خورده سر کار داشته باشین، تسلیم شده سر کار داشته باشین، پنجمیش خودتان هستید. بنابراین بفهمید که با کی سر کار دارید، روزانه با کی سپری میکنید، ایده هایتان با کی شریک میکنید، در مورد زندگیتان با کی مصلحت و مشورت میکنید. شما رئیس زندگی خودتان هستید. می توانید هر کسی را که به نفعتان در زندگی خودتان، در روابط خودتان استخدام کنید. هر کسی که میفهمید به ضرر شما است، منفیگرا است، شما را از اهدافتان دور میکنه، اونها را شما از زندگیتان می توانید چی کنید؟ حذفشان کنید. زمانی که شما به طرف موفقیت قدم میگذارین، تنها میشین. چرا تنها میشین؟ دوستان زیادی هستن میگه بیا بریم چکر بزنیم. وقتی شما قبول نمیکنید، مثلا امروز میگه بیا بریم اسکین خوردن، تو میگی من ساعت 6 درس دارم، میگه والا گپ ما رو نگرفت، یا کلامکار شده، حالا تجارت آنلاین رفته، حالا که ما گپ نمیزنه، یا دیگه این چکر خبرش نمیکنید، تنهایی میره. باش که تو تنها باش، از دست میده. دیگران میشینن مشغول فیلم دیدن و سریال دیدن است، شما مشغول تحقیق کردن روی پروداکتتون، روی آینده تان هستید. وقتی دیگران میبینن میگه والا ایزاد خود مصروف نشان میده، یا امروز ما شما نمیتوانیم. درست است؟ به همین ترتیب شما را دور میکنه. من خیلی دوست داشتم، یعنی یک کسی که 10 سال حداقل تدریس کرده باشه در مکاتب، در کورس‌های مالی کنکور، تا سطح تلویزیون، خیلی روابط می داشته باشه. اما من شخص خودم یک شماره تلفن دارم که شاید 10 نفر شماره پیششون باشه، پیش دیگران نیست. به خاطر چی نیست؟ میفهمم اگه با اونا در ارتباط هنوزم باشه، اما آدم میشم که با قبلا بودم. بنابراین از تنها شدن نترسید. در بین کسانی بیاین که اونا به خاطر میلیونر شدن فکر میکنن. همراه کسانی دوستی بکنید که به آینده خود میشینه و هدف گذاری میکنن. بنابراین در این نقطه خیلی شما محتاط باشید. گفته یکی از خارج یک مسیج اینجا اومد، من مسیج بخونم. چی نوشته کرده؟ مردم ما خودش بیکار
کار کردن نمیتونه و دیگران نظرات منفی مفت میده و جای تشویق از کار خوب منع میکنه. دقیقاً همون قسم است. ما شما در وطن ما یک مشکل داریم، دانش کاذب زیاد داریم. اگر این نفر بگی بیا برید در سمینار او گپای کومید کل کتابا در کدام کتاب از کل کتابا چند تا خوندی والا وقت ندارم کتابا رو بخونم. درست دانش کاذب است. شما رو میگه تجارت آمازون نه اوشو کرده شروع نکنی چرا دو آدم ناکام میشه نقص میکنه و فایده نداره کی میلیونر شده. خب میگه تو انجام دادی عملا نقص نه ولی تو میگن رو کسی قصه که گفت من نقص خودش خبر نداره از دیگه. مسئله دیگه چی است؟ غرور کاذب داره. غرور کاذب به چی معنی؟ در داخل وطن یک کار برش پیدا شود با 10000 افغانی ماشه او 10000 روپیه چیز کار نمیکنه. مگر در کشورهای همسایه شما میره 9000 کار میکنه. همین که روز پنجشنبه و جمعه شد بیکار شد میره 2000 پر سال خود مصرف میکنه با لباس مقبولتر پیش ساحل عکس میگیره بندازه و کسایی در افغانستان دوستاش هست والا میگه دیگه من کدی یک واسه نام نمیخوردم حالا سگ سر وازه زیره بیا من گیزه میگیره والا من با راه از تعقیب کنم در حالی اگر از پرسان کنی او بیچاره با چی مشکلات شب روز خلاصبری میکنه. این غرور کاذب است. وطن خودی کار نمیکنه در کشور دیگران با پول کمتر از او میکنه انجام میده. صرف برنامه چی والا خارج است خارج. شما از همچون آدما نباشید. به هر صورت مدیریت امتحان جدی بگیرید. شاگردا رو فیلتر کنید. ما با سیاسی لشکر توجه نمیکنیم. اون دغه مهم نه چې مثلا موږ سره 10 کسان یا 30 کسان سره درس وایي دغه مهم نه ده 15 کسان وي خو ښه کسان وي 2 کسان وي خو هدفمند کسان وي چې دومره زیات چې موږ وباسو دغه زیات ارزښت ولري تاسو نه وي چې مثلا نن راشي سبا ځان شي ښه پاتې دوستانو زه درس پته لنن څخه د عملی درسونه پیل کیږي تاسو هله لرم چې هغه د شوي درسونه ښه زده کړئ وي تمرین کړی وي او خپل ځان سره نوټونه اخیستلی وي او همداسې کوم پوښتنه چې ستا په مایند کې و ستا په ذهن کې و هغه راسره مطرح کړی وي او خپل ځوابونه ترلاسه کړی وي تر څو چې تاسو داسې آگاهانه په مخکې لاړ شئ. خب امیدوار هستم که درس‌های گذشته خوب فهمیده باشین، چیز در ذهن شما باقی نمانده باشه. آنچه که من برای شما ارائه میکنم مطمئن باشین که خوب کورس‌ها برای شما ارائه نمیکنه، چرا که ما هم در این کورس‌ها کم و بیش تجارت آمازون خواندیم، پول ما را گرفته، اما چیزایی که ارائه کرده مطمئن باشین شما در جلسه اول امروز آشنایی پیدا میکنید. آنچه برای شما در جلسه اول گفتم، در سمینار گفتم، تمامش شما یاد گرفتید. اگر در اینجا شما برید $100 پول بدین در یک ماه اون گپا رو برای شما تکرار میگه، کدام گپ جدید شما نمیشنوید. اینو من نمیگم، کسانی که در اونجا رفته تجربه داره ازشون پرسا کرده میتونید. یک مسئله برند اپرووال $350 از شما میگیرن. $350 میگیرن به خاطر چی؟ برند اپرووال. درست فایده شما معلوم نیست. $350 دست تو چی میکنی؟ والا برند اپرووال میگیره. در حالی که ما اینجا برای شما رایگان یاد میدیم، صرفا مشروط به اینکه بخونید، استفاده کنید. و آنچه که من خدمت شما شریک میکنم، امیال ریانش نماز دیگر خواندم و الله قسم یاد میکنم که یک کلمه شما رایگان یاد نگرفتیم. ما به خاطر 3 جلسه درس 15000 افغانی پرداخت کردیم. جلسه 5000 افغانی به افغانی که پرداخت کردیم، بعضی موضوعات یاد گرفتیم. اینجا میام اون رایگان در اختیار شما قرار میدم. صرفا شما باید استفاده بکنید و پیش بروید. قدرش رو بفهمید. چیز مفت کم ارزش میباشه، اما امیدوار هستم شما با ارزشمندی این درس پای برده باشید. بانو فریحه بفرمایید. استاد ببخشید ما که شروع کردم تقریبا 1.5 سال پیش دستم پارک این ما $1.5 پرداخت کرده بودم بخاطر یک ماه که ما چی میگن آمازون یاد بگیرم. فکر کنین 1.5 سال تیر شد، مگه ما هنوزم فقط حساب بانکی جور کردیم دیگه هیچ کاری نکردیم. گفته خودتان پیسه رو میگیرن، مگم هیچ چیز برادم نمیتن. حالا که متوجه میشیم چقدر ما یکی وقت خود دست دادم، یکی هم پول خود دست دادم، مگم ما یعنی به جای نرسیدم. خب این خواهر ما بانو فریحه کسی هستن که اون کورس ها رو تجربه کردن. خواهر شما من سوال اصلا پرسان میکنم، قسمی پاسخ بدین که فکر کنید من در اینجا هیچ نیستم. درست است؟ گفتم تو خداوند بالای سرتان حاضر ببینید پاسخ مرا بدین. آنچه که تا فعلا شما در جلسات خواندین، مواردی که من برای شما یاد کردم، اونجا برای شما گفته شد، در چقدر وقت گفته شد؟ استاد باور کنید ما یعنی اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی من بخاطر از این نمیگم که خودتون فعلا بر ما درس میدین. ما یعنی چیزی که بلد شدیم یاد گرفتیم. مثلا برادرم چقدر خوب روحیه میتونه استاد اونجا اصلا قسم نبود، فقط وقت پوره شوه و اون ما پوره شوه، دیگه هیچ چیز دیگه نبود. یعنی واقعا ایفم یک ماه مثلا جگرم با وقتم خون میشه. من 1.5 سالم صرف بخاطر این میتونی چیزا تیر شد. یعنی حیف وقت اصلا، یعنی هیچ استاد براتون میگم قابل مقایسه نیست. من بخاطر نمیگم شما فعلا بر ما درس میدین، چیزی که واقعیت است، اصلا چیزی که دیدیم، اصلا چیزی به نام تعهد اونا نداشتن. یعنی استاد چی براتون بگم؟ خب به هر صورت خواهر عزیز، خانه رهبری پانتون آزاد افغانستان آباد که همچو زمینه را مساعد میکنن، مدیر صاحب که فعلا با شما هستن، فکر کنم مدیر شما 5 سال قبل بودین در پانتون آزاد افغانستان یا 4 سال قبل؟ خب من شروع فعالیت‌ها با پانتون آزاد افغانستان بودم، فقط یک مدت نبودم، پس انا بله بودم. آها خیلی خوب. ما دور اول پانتون آزاد افغانستان در سال که شروع کردیم، برای ما 2 استاد بود، یکی استاد بلال ضیا بود، یکی استاد محمد یوسف صافی. شما اونا رو به یاد دارین؟ فکر کنم استاد دو زمان نبود، چند وقتی کم مسئولیت داشتم نبود. به صورتش 2 استاد بودن، واقعا آدمای خوبم بودن، من ازشون آموختم، شاگردا هم آموختن. اون وقت چون آمازون جدید بود، شما باور کنید که در سمینار که ما معرفی می‌کردیم برنامه را بیش از 450 نفر اشتراک کرده بود. بیش از 450 نفر اشتراک کرده بود. وقتی که ما درس‌ها را ارائه می‌کردیم تا 60 نفر 70 نفر جوین میشد، متوقع 300 نفر ازی یا بیش از 350 نفر ازی جوین نمی‌شدن. اونا بعد از دوره ختم کردن، دیدن که مردم تعهد نداره، دلسرد شدن، ترک کردن، گفتن ما دیگه نمی‌خوایم تدریس کنیم و مسئله پول و تقاضای مالی و دیگه با میان آمد، اونا منصرف شدن، دیگه نخواستن که با پانتون همکاری داشته باشن. اما از اون وقت تا
هنوز این شاید دوره پنجم یا ششم باشه که من تو نظر واسه تدریس میکنم و ماشاءالله خیلی شاگردا از من کرده فایدهشون هم خوب است فعلا از من کرده لیاقتشون هم بالا رفته چون که امکانات بیشتر داشتن در خارج بودن زمینه باشن مسائل پیش رفته. امیدوار هستم که شما هم جزء شاگردانی باشین که بخیر ریکارد اونا رو بشکنید قوی‌تر از اونها پیش برید بهره‌وری کنین از پروگرامایی که شما می‌خوانید. خب بفرمایید آقای. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام. استاذ محترم خیر و خیر. شکر الحمدلله تاسو یاست. الحمدلله خیر اوسئ. استاذ محترم که دا موضوع تعلق زرا واضحه کې چې د نت سیمز د عمل او شمه کولای شي په مبارزه ځان شمه یو یادوري کې مننه. یا موږ تر اوسه تاسو پال کړی نه ده فقط د دې په اړه موږ خبرې وکړو چې تاسو باید هدفمن اوسئ تاسو باید د تاسو څخه ښه استفاده وکړئ او تاسو باید لدینه هم مخکې ورشئ او ځان ته یو ښه ټارګټ ولرئ ترڅو چې د نور تاجرانو ترمنځ ځان دغه وکړئ شامل کړئ. بخیر باشین. بانو فاطمه چیزی میگید؟ السلام علیکم و رحمت الله. سلام محترمات به شما استاد محترم هم اعضای گروپ. استاد من میگفتم و میخواستم که در کورس آنلاین اشتراک کنم. یعنی موضوع رو میخواستم بخونم و ما گفتم که ما پیشکش درس میخونم که خودش اکانت داشته باشه، اکانت بانکی که بفهمه. میگنی ما اکسم استاد نداریم. یعنی در کورسایی که در افغانستان تدریس میشن خودشان ویدیوها رو دیده از روی ویدیو درس میده، باز ریکارد با شاگردا رو میکنه. یعنی خودشان اکانت ندارن در موضوع که به دیگران درس بده. از تجربه خود چیز گفتن نمیتونن که خودشان در موضوع اکانت دارن و چه قسم تجربه یا اکانت جور کردن، چه قسم در موضوع پیشرفت کردن. کسی که خودش اکانت داشته باشه میدونه که دیگران رو تشویق کنه. اما در افغانستان قسم نیستن. از روی ویدیو درس میده باز ریکارد روان میکنن. عملا چیزی که وام میگن در اعلانات خود قسم چیز نیستن. دقیقاً اکثریت همون قسم از خار عزیز ما شما از هر چیز همو کوشش خدا میکنیم که استفاده جوی خدا داشته باشیم. خداوند هدایتشان کنه و خداوند مرا توفیق بده که من از جمع همچون افراد نباشم که وقت دیگران را ضایع بکنم و نتوانم که خدمات که لازم است ارزش داره و خدمتش ارائه بکنم. تلاش خدا میکنیم. معلوم میشه وقتی که شما پیش استاد دو جلسه درس بخونین موضوع را تشریح میکنه و اسلاید میبره به طرف یک چیزای عملا شما نشون میده معلوم میشه که واقعا خودش هم کار میکنه یا نمیکنه. یعنی هر کس در یک جلسه دو جلسه خود ثابت میسازه. به هر صورتش ما فقط دعا میکنیم خداوند هدایتشان بکنه و در آینده هم کار تکرار نکنه. بانو صدیقه بفرمایید. سلام علیکم استاد، ان شاء الله که صحتمند باشین. علیکم سلام، تشکر. سوال من این بود که به خاطر ساختن اکانت به طور کلی هزینه‌اش چقدر میشه که شما به ما اکانت جور کنین و دیگه ای که هر داکومنتی که ضرورت میباشه به خاطر ساختن اکانت چقدر میباشه هزینه‌اش و حداقلش ما با چقدر سرمایه میتونیم شروع کنیم حداقلش؟ خب شما با حداقل 400 نهایتش $500 میتوانید که هم اکانت خودتان رو بسازین و هم اولین سرمایه‌گذاریتان در آمازون داشته باشین. ساخت اکانت در ابتدا 300 تا $350 هزینه داره. ما داکومنت‌ها رو برای شما معرفی کردیم. کدام داکومنت‌ها به خاطر تجارت آمازون نیاز درست است. او داکومنت‌ها رو مثلا ما که برای شما تهیه بکنم از $350 شروع میشه. و ما اکثر شاگردان رو تشویق میکنم که همین ابتداییش بگیرید مونتانا تا $350 مصرف بالاتر میاد از مونتانا شما شروع کنید و پروداکت اولم با $100 با $50 با $60 شما میتونید که شروع کنید. هیچ مشکل وجود نداره. ما یک سپلیر در درس‌های عملی برای شاگردان معرفی کردم. اینجا ببینید که ما لینکش پیش ثبت کردیم به نام لوریکاپ استور است. یک سپلایر است که مثلا ما با زحمت دست آوردیم برای شاگردای نشان میتون درست است. در اینجا مثلا شما که بیاین میتوانید که از اینا $20 $100 $50 پروداکت خریداری کنید و پروداکت اولی که شما خریداری میکنین به خاطر تمرین شما باشه درست است، به خاطر کارهای عملی شما باشه. ببینید برای من گفتم welcome back did you forgot something take a look at your shopping cart. ببینید کارت ما چیزی که اضافه کرده بودم به خاطر خریداری اینجاست. من پروداکت رو برای شما نشان میدم. یعنی اگر شما قرار باشه که تجارت را شروع بکنین از این پاپن پیلز هست مثلا دانی $19 است در آمازون $28 $22 به فروش میرسه. $30 فایده داره. از این شما زیاد نه مثلا 10 داره خریداری کنید، 5 تا خریداری کنید، 6 تا خریداری کنید. یعنی به خاطر ابتدای کارتون شما می توانید که از $50 $60 هم شروع کنید. پروداکت اولتون قسم تارگت نگیرید که مزیت حتما فایده اضافه کنید، اما چیزی که مصرف میکنید مصرف شما رو پورا میکنه حتما کار شما انجام بده. به خاطر از انجام یک تجربه در شما شوه بسیار گپار شما داخل اکانت یاد میگیرید درسته. بعد شما می توانید پروداکت خوب پیدا کنید و افاد خوب ازش داشته باشید. بنابراین با $400 ما براتون میگم اما اکانت جور میشه اما اون پروداکت شما در آمازون دست میشه. خب در صورت آقای حضرت مایک شما آن است، خاموش کنید که مزاحمت نشه. خب میریم دوستان به طرف درس. پروداکت هانتینگ. شما اکثر جاها اعلانات دیدین یعنی صنف پروداکت هانتینگ میگن یا مثلا بعضی‌ها که تیم داره در آمازون تیم پروداکت هانتینگ میگن. نه پروداکت هانتینگ شما زیاد شنیدین. اگر تحت لفظی بخوایم در مورد پروداکت هانتینگ برای شما صحبت بکنم، شکار مسئول. شکار چی معنی؟ شما در یک جنگل وارد میشین به خاطر شکار کردن. شما چی رو شکار میکنید؟ مار شکار میکنید؟ بقره شکار میکنید؟ یا مثلا روبا شکار میکنید؟ نه خیر. اونجا میلیون ها داره حیوان وجود داره نمیشه برای شکار کرد. چی رو شکار کردی؟ ولی تا مثلا چی را زدم؟ خر آبی را. خر چه در دریا که میره خر آبی میگه چی میگه؟ از اون نظر. خب او چی میکنی؟ هیچ. خب جان از اونم گرفتی. گناهکارم ساختی خدا. آخرم هیچ. وقتی که هانتینگ میگیم چیز خوب آدم شکار میکنه. در جنگل آدم وارد میشه کسانی مثلا خوب شکارچی مهارت یک تا آهو شکار بکنه. درست است؟ یک تا شیر شکار کرده بتونه. یک چیز خوب
چیکار بکنن که به دردش بخوره و سودش باشه. حالا که پروداکت هانتینگ ما شما میگیم اینجا هم قسم یک چیز است. یا د میلیون ها پروداکت نو ترمنځ تاسو یو ښه پروداکت باید شکار وکړئ. دغه ته موږ پروداکت هانتینگ وایو. یا what's product hunting؟ دغه شی دا پروداکت هانتینگ چی است؟ Product hunting is the process of searching for profitable products to sell on Amazon. Product hunting یعنی یک پروسه تحقیق کردن پروداکت‌های پرمفاد است تا اینکه در آمازون به فروش برسانید. یعنی دا یو پروسه دی چې تاسو یو ښه پروداکت پیدا کوئ، یو ښه پروداکت لټوئ او هغه په آمازون کې لیسټینګ کوئ تر څو چې تاسو ګټه پورته کړئ. دغه ته موږ پروداکت هانتینګ وایو. هر کار چې تاسو پیل کوئ هغه ځان سره قوانین لري. هر کار دوستان قوانین خود داره. قوانین پروداکت هانتینگ چی است؟ یک پروداکت که شما میگه پروداکت خوب، پروداکت خوب چی تعریف داره؟ مثلا شما یک کسی میگه فلان خوب یک موتور داره، خوب یک موتور داره. خب خوبی موتور از چی است؟ خوبی موتور از چی است؟ یک موتورش نو است، موتورش کم مصرف است، موتورش ایسی داره، موتورش مدل سال است. این مشخصات داره. خوب. حالا یک پروداکت خوب که ما شما تعریف میکنیم چگونه تعریف میکنیم؟ کدام کریتریا داشته باشه، کدام شرایط داشته باشه تا اینکه ما شما بالاش نام پروداکت خوب بانیم. یعنی یو خوب پروداکت کوم خوالی باید ولري. یو پروفیټیبل پروداکت چې موږ هانت کوو یا شکار کوو یا پیدا کوو یا لټوو هغه پروداکت څه خوالی باید ولري، څه ویژګي باید ولري. زغه پاره د نن جلسه ان شاء الله موږ خبرې کوو چې ختم شو چې نشو بیا په جلسه کې ان شاء الله چې ټول خلاصو. یا product hunting 5 factors to find a perfect product. پنځه مرحله یا پنځه پوینټونه تاسو باید په نظر کې ونیسئ تر څو چې یو ښه پروداکت ځان ته پیدا وکړئ. شما دوستان باید 5 ویژگی در یک پروداکت پیدا کنید. بعد از اون بگویید که این یک پروداکت خوب است. پروداکت چون 5 ویژگی خاصه باید داشته باشه. اون ویژگی ها کدام هستند؟ های دیمند. یو ښه پروداکت باید ښه تقاضا ولري، ښه مشتریان ولري، په بازار کې ښه طرفداران ولري. یک پروداکت خوب دوستان باید پر تقاضا باشه، پر طرفدار باشه، مشتری زیاد داشته باشه. های دیمند یعنی پر تقاضا باشه. دوم لا کامپیتیشن، رقابت کم داشته باشه. ما شما به عنوان یک کسی در آمازون وارد میشیم که جدید هستیم، قبلا پروداکت نفروختیم، از آمازون تجربه نداریم. خب اگر شما بیاین یک پروداکت انتخاب کنید که عین پروداکت ما هم انتخاب میکنیم یا پروداکت انتخاب میکنید که پروداکت استادم به فروش میرسونه، این شما انتخاب میکنید، این کار شما نکنید. داس یو کار ونه که داس یو پروداکت انتخاب وکړئ چې هغه پروداکت تجربه لرونکي فروشندگان ولري. مثلا داس یو پروداکت انتخاب وکړئ چې هغه داسې کسر انتخاب وکړي چې هغه په آمازون کې لاس کاله تجربه لري، درې کاله دوه کاله تجربه لري. داس یو پروداکت انتخاب مکوئ. داس یو پروداکت انتخاب وکړئ چې کمپټیشن یا رقابت پکې لږ وي، رقابت پکې لږ وي. دریم های پروفیټیبلیتی، داس یو پروداکت باید انتخاب وکړئ چې مونږ ته ښه مفاد راوړي. قسم پروداکت باشه که مفاد خوب برای شما بیاره. یعنی اگر ما شما پروداکت به $10 می‌خریم حداقل $6 ازش فایده کشیده بتونیم. اینا میگیم های پروفیټیبلیتی، پروداکت پر مفاد. سلام improvement potential، داس یو پروداکت باید وي چې د improvement potential یعنی داس یو ویژګي ولري چې تاسو هغه پروداکت ښه په آمازون کې راوړئ. مثلا یو کس په آمازون کې مثلا د موبایل کاور خرڅوي، تاسو دغه ریویو ګوري، مثلا خلک هلته ریویو کړی چې مثلا دغه کاور چې دی مثلا په ژمي کې ماتېږي، یا دغه کاور چې دی مثلا ډېر دروند دی، یا دغه کاور چې دی مثلا ولې بل رنګونه هم نه لري. داسې نظریات ده. یعنی پروداکت می‌بینید که کسی گفته این بسیار رنگ است، این زمستان مشکنه، هیچ رنگای دیگه‌اش وجود نداره. با شما می‌بینید پروداکت رو پیدا می‌کنید که دیگه زود نشکنه. اگر جنسی پروداکت قبلی شیشه بود شما پلاستیکش پیدا می‌کنید. اگر جنسی پروداکت قسمی بود زمستان مثلا زود مشکل، شما جنس پلاستیکی رو پیدا می‌کنید نشکنه. اگر می‌بینید که پروداکت تمام به رنگ سفید است، شما می‌بینید دیگه رنگاشو پیدا می‌کنید. اینو میگیم improvement potential. یعنی او پروداکت شما بعضی خوبی‌ها را اضافه می‌کنید. easy to sell، داس یو پروداکت چې په آسان ډول خرڅ شي. no legal or liberty issue، داسې حقوقي مسایل پکې نه وي. څه معنا؟ مثلا تاسو په آمازون کې قلم خرڅوئ، قلم یو ساده شی ده، هر کس کولی شي دغه څخه استفاده وکړي، دلته کوم مشکل نه پیښیږي. او کله چې مثلا تاسو زی د میوه ماشین خرڅوئ یا د خرڅ آسان نه دی، ځکه چې هر کس دغه استعمال لپاره نه پوهیږي او دا احتمال لري چې ځکه چې نه پوهیږي هغه پروداکت انتخاب نکړي. یعنی پروداکت انتخاب کنید که آسان فروخته شود. مثلا پوش موبایل آسان فروخته میشه، هیچ کدام مشکل نداره. اما اگر شما مثلا برین یک ماشین میوه را جوسر باشه او را بفروشید، یک آدم میبینه که بسیار پرزجات داره، میگه چی رقم استفاده کنه، این برق است، این چارج میشه، این با دست کار میکنه، نمیفهمه در موردش. در این قسمت باز این جنجال میشه برای شما. بنابراین پروداکت انتخاب کنید که فروشش آسان باشه. خب تا اینجا سوالی هست؟ استاد یک بار میشه نمبر 4 میشه تشریح کنید؟ نمبر 4 improvement potential. مثلا یک کسی کفش زنانه پرده، درست است؟ این رنگ کفش چی است؟ سیاه است. رنگ کفش سیاه است. بانو زهرا میگه من رنگ سیاه خوش ندارم، ما یک تا سفید از این میخوایم داروسی خاطر باشه. باز چیکار میکنه؟ تو میبینی که والا عروسام علاقه‌مند این پروداکت هست، رنگ سفیدش هم وارد میکنی، یعنی رشد میدی پروداکت، یک نوآوری پروداکت به خرج میدی. درست است؟ چطور خوش شدین؟ خدا برسانیدتان کلتان دختر و بچه. خب ایناله شما پرسان نکردین استاد، تو گفتی که های دیمند یا پروداکت پر تقاضا باشه، از کجا بفهمم که پروداکت پر تقاضا باشه؟ گفتی رقابت در پروداکت کم باشه، از کجا بفهمم که پروداکت که من انتخاب میکنم رقابت زیاد یا کم؟
مفاد زیاد داشته باشه چی بفهم که مفاد داره نداره این شاید ساده باشه امپروو پتانسیل براتون گفتم ایزی تو سلام براتون گفتم اما دو نکته خیلی مهم است های دیمند باشه ولی دانه دانه اینا رو بررسی میکنیم درست است هر کدام از این چی معنا میده های دیمند پروداکت پر تقاضا باشه آها بانو اقبال پرسان میکرد خب خیر های دیمند یعنی پروداکت پر تقاضا باشه از کجا بفهمیم که پروداکت پر تقاضا است درست است در آمازون پروداکت ها زیاد است مثلا ما میایم به صفحه آمازون میروم به طرف مثلا بست سلرز یعنی پروداکتی که اینجا هم وجود داره مثلا اینجا پروداکت زیاد است صحیح چی بفهم که کدامش تقاضا زیاد داره یا نمیفهمم کدامش پر تقاضا است کم یا دیر تقاضا داره نپویگم مثلا داس پروداکت ندی کم یا دیر تقاضا داره مونږ نپویگم صحیح مثلا چې دا یو پروداکت باندې کلیک وکم دا کوم تاسو مثلا ګوري د کوم ځای څخه باید پوښتنه دا پروداکت تقاضا دی لري د تخلیق شوی نه ده چې مثلا د پروداکت تقاضا دی کنه دی او مثلا دلته خو دغه نه ښکار کیږي چې مثلا مانتلی سل سودانی دی یا مو یو سودانی خرڅ کیږي دغه باندې موږ نه پوهیږو څنګه باید پوښتنه چې دغه پروداکت های ډیماند دی کنه دی ښه های ډیماند پروداکت های دوستا تقاضا زیاد می داشته باشه که بی اس آر پروداکت پایین باشه بی اس آر بیس بستسلر رنک پروداکت پایین باشه برای شما گفتم بعضی تا 50000 خوب انتخاب کنید درست است من برای شاگردان رو یک پروداکت پیدا کرده بودم این پروداکت یک ذره های دیمند نبود خب این پروداکت های دیمند نبود من برای شما پروداکت نشون میدم دقیقاً نیست که پروداکت دیلیت کردم یا روز اینجا هست این یک پروداکت بود مثلا در کاتگوری اصلی خود این 14 سال داون بود نه خیلی یک پروداکت دیگه بود 68000 چندم بود اما بی اس آر از اون درست است اون پروداکت پر تقاضا نبود اما ببینید این پروداکت در کاتگوری برای خود چندم است دوم است درست است دیدید این دوم است از همینجا فهمیدم که پروداکت پر تقاضا است یعنی مردم زیاد خریده که رنکینگ گرفته زیاد فروشات داره که در درجه دوم اومده درست است و از 1 تا 50000 ما انتخاب کنیم مشکل نداره اما از این چقدر است 1400 این نشان میده پروداکت پر تقاضا است چون اینجا دوم است اگر این اول می بود بیخی پر تقاضا می بود صحیح آیا این پروداکت های پروفیتابیلیتی بود یا نبود در آمازون پروداکت مثلا نوشش 65 دلار است بعدا صحبت میکنیم فعلا شما فهمیده باشین که وقتی که ما در مورد های دیمند صحبت میکنیم پروداکت ما باید چه قسم باشه پروداکت ما بی اس آر خوب داشته باشه هرچی پایین باشه اما قدر این پروداکت پر فروش است در هر قسمت سوال که میداشید دست خودتون بلند کنید با پیش گرفتم موضوع خطا میخوره بفرمایید آقای عبدالله کمال سلام علیکم استاد در اینجا گفتیم که هر قسمت که کاتگوری یا چی میگه درجه یا رتبه زیاد پایین‌تر باشه خب تقاضاش بیشتر خب بازیو که اصلا هر تقاضاش بیشتر باشه رقابت زیاد میشه ما فعلا در مورد های دیمند صحبت میکنیم صحیح پر تقاضا بودن برای شما یاد میدم من نگفتم که پروداکت رو پیدا میکنم که هم پر تقاضا باشه هم رقابت پایین داشته باشه باز ما مثلا برای شما میگم پروداکت های از که مثلا بی اس آر پایین داره اما پروداکت هایی باشه که بازار نو میآمده باشه باز اون پروداکت ها که از هم های دیمند میشه هم لا کمپیتیشن میشه درست است فعلا شما تقاضا بودن رو بفهمید بانو فریحه استاد امکان داره که بی اس آرش پایین باشه و فروشات زیاد داشته باشه یعنی تو جنسی موجود داره مثلا بی اس آرش از 15000 20000 بالا باشه نه بیشتر باشه اما فروشات زیاد داشته باشه خب ببینید اون قسم یک چیز امکان داره مثلا بعضی پروداکت ها هست که همون شکل می باشه که مثلا 20 سال از اون پایین می باشه اما تا 20000 25000 می باشه فروشات می داشته باشه ما شما وقتی که میگه فروشات بالا داشته باشه با تقاضای با تعداد فروشنده ها رو می بینیم مثلا اگر اون پروداکت 20 سالش 30000 است در یک ماه 1000 قلم فروشات داره خب در یک ماه 1000 قلم فروشات داره اگر تعداد فروشنده های دو تا است برای این پروداکت پر تقاضا است اگر 20 سالش ضعیف است اما اگر اون پروداکت 1000 تا فروشنده داره مگر 86 تا فروشنده داره 1000 تا فروش داره باز این صورت بعد نفر مثلا 15 تا 12 تا ماهانه میفروشه باز ما میگیم که پروداکت چندان پروداکت نیست خب بانوس خب سعید است یا سعید شریف مهربانی اورما كده تسلا كده رجال سكرين راولي سكرين شات كامل يمكن نت مشكله ايوه ايميل بالليل تو فيلم شو شيء اورم previous slide previous ده ولا استاذ مثلا عندهم فاليو ديسكس كده سامل عندهم وش ما انا وش خب در مورد های دیمند صحبت کردیم پروداکت هایی که مثلا 20 تاشون پایین‌تر می باشه اون پروداکت ها باز تقاضای بالا می داشته باشه دیگه چی hundreds or thousands of reviews پروداکت هایی که مثلا پر تقاضا می باشه تنها این خلاصه نمیشه که 20 تاش پایین باشه ریویو زیاد می داشته باشه مثلا شما یک پروداکت که اینجا انتخاب میکنید پایین ببینید ریویو های از چه قدر است اما مثلا از روی ریتینگش هم شما میفهمید مثلا این پروداکت اگر شما ببینیم ریتینگ 4.2 است درست است ریتینگ 15000 نفر ریتینگ کرده در آمازون از 250 تا 300 تا پروداکت وقتی که یک نفر میفروشه او یک تا ریتینگ گرفته میتونه یعنی ریتینگ مردم با آسانی نمیده رئیس حداقل اگر حداقل در نظر بگیریم 100 نفر پروداکت بخره یک نفرش برمیگرده یک ریتینگ میده تا 100 نفر یک نفرش برمیگرده ریتینگ میده اینا چقدر فروخته که 15000 نفر اومده به ریتینگ داده
حتما این پروداکت حداقلش 2 لک قلم فروخته یا 50000 قلم فروخته که با این مقدار ریتینگ داره. صحیح. با اون ترتیب ریویو از یک شما باز ببینیم اینجا این پروداکت ها ریویو می داشته باشه. اینجا ریویو هست. پروداکت هایی که ریویو بالا داشته باشه به این معنی که این پروداکت ها تقاضای بالا داره. یعنی مردم که خوش آمده که بر علاوه از اینکه خریده آمده یک نظر در این باره داده. حالا مثلا ما عکسای دوستای خود می‌بینیم در فیسبوک زیاد عکس می‌کنیم. یگان تاش نه لایک می‌کنیم نه کامنت. اما بعدش تنها لایک می‌کنیم. بعدش قلبک می‌زنیم. بعدش هم قلبک هم کامنت می‌کنیم. چرا؟ حتما ازش رضایت داریم. یک دوست خوب ما است. می‌شناسیمش. این پروداکت هم عین شکل است. هر قدر ریویو های بالا داشته باشه یک پروداکت به این معنی است که این پروداکت پرتقاضا است. درست است؟ بفرمایید آقای سید باقر. سلام خدمت استاد. بعد سلام، من یک سوال داشتم. مثلا از پروداکت هایی که ما از کشورهای چی مثلا چین یا کشور دیگه در ایالات متحده میبریم، یک محدودیت وجود داره یا هر نوع پروداکتی که ما بخوایم از چین برده میتونیم از طریق آمازون در ایالات متحده، مثلا مشروبات الکلی، وسایل خانه یا دیگه وسایل های تزیینی و غیره، یعنی هر چیزی که ما بخوایم از این از طریق آمازون برده میتونیم؟ بله. یا محدودیت وجود داره که دولت؟ نه خیر، محدودیت وجود نداره. محدودیت وجود نداره، صرفا پالیسی در مقابلش وجود داره. مثلا شما میخواین که اسلحه انتقال بدین، صحیح، مثلا باروتی که به خاطر ساختن تفنگ استفاده میشه، و یا مثلا شما میخواین مواد کیمیایی انتقال بدین به خاطر لابراتوار الکل باشه، میتان باشه، هر چیزی که باشه میخواین که انتقال بدین، درسته؟ در اون صورت پالیسی داره. پالیسی در سخت است اما محدودیت باز نداره. هر پروداکت شما خواسته باشین انتقال داده میتونید. مثلا پالیسیش چی است؟ مالیات در آمریکا سر شما زیاد میاد، کرایه انتقالش برای شما زیاد میاد. مثلا مالیاتی که آمازون از شما میگیره به خاطر نگهداری او سر شما زیاد میاد. پول انتقال پروداکت از آمازون تا در منزل مشتری برای شما زیاد میاد، اما محدودیت نداره. صحیح، تشکر. باشه. خب ریویو ها رو برای شما گفتم. پروداکت ها قدر که ریویو زیاد داشته باشه و اون به این معنی است که این پروداکت مثلا چی است؟ پرتقاضا است، در کنار از اینکه مثلا BSR از او بالا باشه. خب اگه ما بخوایم ریویو ها رو تعدادش ببینیم باید وارد اکانت شم به صرف نظر میکنیم. موضوع بعدی استاک اویلیبیلیتی، only to left in stock. ببینید چی معنی میده استاک اویلیبیلیتی. اگر یک پروداکت پرتقاضا باشه، ما در اینجا مثلا میبینیم که پروداکت چند تا فروشنده داره. اگر یک تا فروشنده داشته باشه باز برای شما قدر استاکش چی نیست مهم نیست. خب ببینید شما یکی مثلا این مربوط برند چی میشه؟ اتوپیا تاول میشه. این خود برند است، صحیح است. این پروداکت به فروش میرسن، طبعا زیاد وارد میکنه. فعلا در استاک از این برند 15059 دانه وجود داره. یعنی در 15500 دیل پروداکت نتدای. او مثلا آمازون چې دغه پروداکت خرڅ کوي په آمازون کې مثلا ګورئ تاسو یو پاتې دی. یعنی آمازون هم شاید 1000 تا پروداکت از این وارد کرده باشه اما فعلا فقط یک در استاکش مونده. از این یک در استاک مونده. یعنی پروداکت پر تقاضا است. آمازون وارد میکنه، دفعه این پروداکت چی میشه؟ به فروش میرسه. حتی ببینید از برند کرده آمازون قیمت بالاتر نوشته کرده، $46 $47 نوشته کرده. اما هنوز فروشات داره. در استاک وقتی که پروداکت کم میباشه به این معنی که پروداکت زود فروخته میشه. اگر این استاک مثلا این استاک 15000 اگر شما میرید 2 روز بعد چک کنید این شاید 13000 اومده باشه. صحیح؟ این تو تفاوتات می داشته باشه. بفرمایید. سوالی است؟ آقا بگویم یا بانوتی؟ سلام بس استاد محترم. سوال داشتم از تعداد استاک که شما یادآوری کردین، اینجا این عدد که از طرف ما به اکانت آمازون ما اد میشه یا چون معلومات هست که باید ما اضافه کنیم زمان که مسئول ما را لیست میکنیم، مثلا ما 3 عدد از این مسئول داریم یا 1 عدد داریم؟ اکثر مشکل داشتم نمیفهمیدم استاد. خب زمانی که شما پروداکت رو در آمازون لیست میکنین اونجا نوشته میکنین مثلا پروداکت با مشخصات روان میکنین، صحیح؟ مثلا با مشخصات روان میکنین، چند کارتن روان میکنین، 2 کارتن روان میکنین. در پشت هر کارتن نوشته میکنین مثلا این کارتن مثلا از این سایز است، از این رنگ ها است، با این تعداد است. وقتی مثلا شما 50 تا وارد میکنین در استاک خود نوشته میکنین 50 تا پروداکت مثلا اینجا آمد، در اول 50 پروداکت آمد. بعد از اون که شما نوشته کردین یک فروخته شو یا 49 نوشته میشه، 10 تا فروخته شو یا 40 نوشته میشه، یعنی چه فروخته شو استاک پایین آمده میره. اول معلومات شما میدین، بعد از اون خود آمازون حساب میگیره که هر کدوم فروخته میشه باز پایین شده میره. مهرباني آقای سید شریف. استاد ته چې د خوري اشاره وکړه زما هم دلته یو سوال پیدا شو تا کله چې موږ پروډکټ لیست کوو او تقریبا د نو سره لایف کیږي نو دا پروډکټ خپل ټایټلز لري، ډیسکرپشن لري، بولټ پوینټس پکې استفاده کیږي. دا موږ خپل د برانډ ډیسټریبیوټرز خپل کنه خپل ځل باندې ورته ورکو دا معلومات ورته راکې. ښه تاسو کله چې یو پروډکټ واخلئ داسې خبره ده چې تاسو مثلا لومړی ټایټل الته ورکوئ. ټایټل داسې باید وي چې هغه پروډکټ مثلا ډیسکرپشن وکړي. مثلا دا پروډکټ تاول وو ریپاک نه ریپاک یا جان پاک، شما حتما باید اینا استفاده کنید. مثلا شما چی نوشته میکنید؟ من فارسی براتون میگم، با شما انگلیسی نوشته میکنید. مثلا نوشته میکنید که روی پاک، صحیح؟ روی پاک باز یک تایتل میشه. تایتل دیگه هم برش مثلا میتین سنت لیز، صحیح؟ یعنی ریگ جذب نمیکنه. مثلا لارج نوشته میکنید، لارج تاول، سن لیز تاول، مثلا لایت ویت تاول، صحیح؟ یعنی سبک است، سنگ جذب نمیکنه، بزرگ است، صحیح؟ آب جذبان است. این تایتل رو با شما خودتون دلخواست شما خودتون اضافه میکنید. با دسکریپشن هم خودتون میتین، مربوط خود شما میشه. و از طرف برند شما مثلا دیگه صرفا نام پروداکت مهم است. نام پروداکت باید شما نوشته کنید، نام برند شما نوشته کنید.
استاد محترم مطلب د ساده هغه څه کیورډز کوم ځان د ټولز لري چې هغه باید موږ هغه کو پیمنٹ ورکړو نو کوم فری سورسز شته چې وکول شي موږ په کار ټاول په نوم باندې پروډکټ موږ لیست کوو دا کیورډ موږ پیدا کوو آنلاین باندې هم د پروډکټ ټایټل چې دی تاسو په غاړه دی تاسو خپل کولای شئ ټایټل هغه انتخاب وکړئ هر څومره چې هغه ټایټل مثلا خوي همدومره تاسو پروډکټ امازون په سرچ کې ډیر چیک راځي استاد تر هدا مې دا چې دوی ته فری ټولز شته یا هم سورسز شته موږ وکولای شو دا پروډکټ موږ کیورډ پیدا کوو چې د سرچ انجن اپټیمایزیشن برخه شي او شته کله تاسو لیستینګ کوي امازون هم تاسو مثلا تاسو سجیشن کوي او تاسو مثلا د چات جی پی ټي څخه هم استفاده کولای شئ او تاسو ټول زمشته مثلا جنرال سټاپ تاسو کولای شئ چې کیورډ لپاره سرچ وکړئ مثلا ټایټل لپاره سرچ وکړئ او همداسې ډسکرپشن لپاره سرچ وکړئ داسې کار جنرال سټاپ تاسو کوي بل سم فرموز هیلن ټیم هم د کې راتلی شي کنه فقط چې پیمنٹ غواړي ځکه مې دا د فری ټولز وکړو مننه تاسو فری ټولز مشته فری مشته یا موږ تاسو یو کار کوو چې د خپل فروشن دغه تجربه څخه استفاده کوو مثلا دلته چې دغه پروډکټ امازون مثلا لست کړئ دلته مثلا امازون چې دغه پروډکټ لست کړئ تاسو مثلا یا مثلا دغه برانچ دی تاسو کولای شئ چې دلته پستور کې راشئ او وګورئ چې مثلا کوم کیورډ استعمال کړی دا او کوم ډسکرپشن او کوم ټایټل استعمال کړی تاسو دغه څه ایډیا ترلاسه کولای شئ مننه سم فرماده کنده خب موضوع بعدی پروداکت باید باشه که های سرچ ولیان داشته باشه های سرچ ولیان یعنی پروداکت باشه که در آمازون زیاد سرچ شده باشه این هم شما از طریق هیلیوم 10 میتونید ببینید که این پروداکت مثلا در یک ماه در آمازون چقدر سرچ گرفته وقتی هیلیوم شما خواندیم ان شاء الله موضوع هم میبینیم که پروداکت در آمازون چقدر سرچ گرفته جنرال اسکات شما در مورد استفاده کرده میتونید کیکو هم استفاده کرده میتونید که سرچ ولیان پروداکت نشان بده از گوگل هم شما استفاده کرده میتونید مثلا که در ماه گذشته در آمازون چقدر سرچ شده صحیح سرچ ولیان بسیار بالا داشته باشه ویژگی های یک پروداکت که های دیمند باشه این میاد است این که باز شما در ابتدا پروداکت انتخاب میکنید چی نوع پروداکت انتخاب میکنید این باز موضوع بعدی است اما صرفا شما های دیمند پروداکت باید فهمیده باشید در بعضی موضوعات دیگه هم وجود داره اونها در جلسه بعدی در موردش صحبت می‌کنیم 4 مورد دیگه شد برای امروز فکر می‌کنم کفایت می‌کنه زیاد بحث کردیم ان شاء الله در جلسه بعدی این موضوع رو مکمل خلاص می‌کنیم باز می‌رویم شما عملاً به طرف پروداکت هانتینگ کاری که شما باید بکنید دوستان عزیز چی است خب شما باید برای خودتان جنگل اسکاوت بگیرید جنگل اسکاوت به چند نوع است یک جنگل اسکاوت که از خود وبسایت جنگل اسکاوت یک ماهش شما پرچیز می‌کنید $49 است این برای شما قیمت تمام میشه درست است خوبش است اما قیمت تمام میشه یک مثلا بعضی کمپانی ها هست که برای شما تولز فراهم میکنه واسه 400 افغانی اون مشکلی در چی از اون محدودیت داره مثلا شما کسرش میکنید از 5 تا 10 تا پروداکت زیاد برای شما نمیکشه بنابراین شما او را هم استفاده نکنید شما از کدام جنگل اسکاوت استفاده کنید اون جنگل اسکاوتی که ما برای شما فعال میکنم ما یک جنگل اسکاوت مثلا کاستوم خریداری میکنم برای 50 نفر درست است برای 50 نفر خریداری میکنم برای ما شاید 400 500 دلار تمام شود شما در پول از این سهم بگیرید هر کدام شما نمبر ما حتما به شما هست ما یک بار دیگه هم در مسیر نمبر خود نوشته میکنم برای ما یک تا ایمیل میفرستین درست است یک تا ایمیل میفرستین همراه نام و تخلصتان بعد از اون ما در اون ایمیل شما برای شما چیکار میکنم جنگل اسکاوت اکسس میدم باز او را شما کامپیوتر راهنمایی میکنم چطور نصب کنیم بخیر با درسی بعدی شما میخوانید صحیح خب در بین حاضرین ما نمبر خودم برای شما نوشته کردم درست است و جنگل اسکاوت باز ما برای شما فعال میکنم از 20 نفر 1000 افغانی میگیرم صحیح ما خریداری میکنم حداقل شما باید در قسمت پول از اون سهم بگیرید مسیج بگذارید ایمیل تون روان کنید با شما میگم پول چکسون پرداخت کنید برای شما با جنگل اسکاوت فعال شود در جلسه بعدی عملا با شما کار کنیم خب برای فعلا وقت بر همه شما خوش باشد خدا نگهدار